رحمان فگفتیم که نمیتونی نوفته برای برا تمام دمی خونت برای زنت بگید که یکون چیزی بیار بگی من نمیتونم تو فقط شکرانه قطع میتونی یعنی که شکمی زن کتا بفرونی سوال با هم آدمی که بگه که یکی زنت بگه بیا در جوگه بدرو قطعی بگو شکرانه که تو هم تری مردک داری میتونیم تری شکرانه خدا را میکنه که خدا آفریده است عقل داده است یا که همیش ما چاپلوسا شکرانه میکنه میگرده فقط من نمیفهم یه خیلی برداره که چقدر شکرانه میکنن شکرانه نکت از خداوند خیلی برای چاپلوس شکرانه که این یک زنک برآمد میگه که دو تخم داشت و تخمم شکسته که کودکم گشنمونه که شکرانه میکنم که جناب یادی دارم در بالای سرم خیلی خوبه چرا دیگه ره نداره باید شکرانه کنه او را هم طریق گفتنش که بگو خدا عجیبه مردک ها نمیدونم این زن ها تو وقتی گفتن تو که یگون چیز بیاره بگه شکرانه که زنه کمتری مردک داری بعد کودکت گفت یگون چیز بخیر بیار بعد بگو شکرانه که کمتری پدر داری یا اما پاس خیلی شوی خونه میتینگ میکنن سرت میکنن میگه یا پدر دیگه گفتم تمام شکرانه که گشتم میگه چوبروسو ما شکرانه نمیکنیم شکرانه الله میکنیم که هم در رحمان و کفران نعمته اردو خیلی شب برنامه که سر در قرآن بسیار بار اینترنت ممبر گیرون میشه مهم که شکرانه را فقط چاپلوس کنه تا وقتی که پیشوش هست اگر یکی زنو تو گفت که یگون چیز بیاره بگه شکرانه که تو همتری مردک داری اگر یکی گفت که یگون چیز بیار بگو شکرانه که همتری پدر داری یکی اویلاتو گفتن که بیو خواهی مردک بیو بود روخی بعد بگو شکرانه که همتری مردک داری بعد نگه میکنی یه هفته پس خدا میگد برات دفع شد همتری تو بری مردک بدنش نبدنش بیهن بعد انا وقت میفهمی که مباره چی گفتیسی بهترین شکرانه هیچ وقت نکنی شکرانه کردن در رحمان چه خاصیتی بد داره نفس موفق باشی انشاءالله سلام باشی برادران سلام باشد شما در کلی ایوب در پیش اوچت بود چی گفت شد خلیل یکی رفته گفته که من اونم اوید به همین بچه های مبارزم کسانی که ما آوردگی مقصد حکومت زندانش کنگی نیست او چه من خیالش که این اونای رفته گفته این خونه و در شبین پرتافته رفته یا این کراچی این همی بیایا و هم یک کاری کنن ترمش نکنن هم چوم چی ده اکی ای همه تمام شده که ایوب کلی ایوب چی شده است بونکیمون شده است اکا جوگی کیره شده است رئیس اون جوگی این خدا با خدا نگردن من بخدا اکای محمد اقبال یک قسمش خوردم گفتن که همین کار در کار نیست نسم دلی کو اینا را یا تنیم چکوی نکزت کردن در کار که دیگراش در آینده همین کار را نکنن ما نسبت نکزت در پیش قانون میشه و قانون را نکزت نه نکزت قانون میکنه نکزت سمسود نیسته و اگه کار غیر قانونی مخالف با قانون ما نه آدم کشیم نه هر کس آزاد هر چیزی بگه نه که حق بگه راست بگه اگه پرابلم نیست که وقتی که برخت کلی روسیو آنم بگوی بعد برای گپ زنی این وابشه گفته گپ روسیویه اینا میگه که خونه ماشین دیده گفته که این ماشین المازه ما بدبختو بردنی هم ماشین هم چی گیش نداره یا مگزین داشتن پروسا فروختن یا ماشین خریدن هم $18,000 فروختنش رفتن هم تر در سنگو زدن یا تایوتا گرفتن کراچی اومده ماشین دیده گفته ماشین المازه خود به غرض الماز اونجا من دودر دارم بود گو مول تو صورت نگرفت مرغ پر نمیدونم نه شکری خدا آغال پاغل گوی پالس کی داریم گو انا که انی خمو گوالی چنه کاگه باید گوا میگیرنش نه گوارگپا میگیرنش گوا یگو تکنون در اون خلطک شده دخته باید نه پروستکو خیلی